سلام علیکم. اکمال استانایف این کس مهمانی فعال ما هستند. در هر برنامه اشتراک میکنند فعالانه. خوش آمدید به برنامه من. امروز که تشریف شما رکلام هم کرده بودید پیشتر، تشکر برای رکلاماتون. سلام علیکم شما و کل بینندگان شما. ممکنم موضوع شما برای من خیلی خوش میاد که برای که از روی قانون و از روی همون میارهای بگیم که کنستیتوشنی گفتیم اوماله کنستیتوشنی که صحبت میکنین برای من جالب میاد. البته از موضوع شما پیشتر که خبردار شدم بعد از رکلام کردم، یعنی یا بجا نکنیم سکرت نکنیم در این باره مسئولیت کردیم بعد من رکلامش کردم. بله. یعنی من از موضوع شما با خبر بودم که شما کدام موضوع را رکلامش نگفته بودم میکنم، خبردار بودید، اما موضوع را میدونستم که شما در همین موضوع باید میخیزوندین یک چیز، یک برنامه باید میکردین که این چیز از حد گذشته استوده است. این چیز بله. برای هم رکلام کردم. نظر شما چی است اکمال؟ اویده مسئله ابلاغ چی دارید؟ پیشنهاد چی دارید در اون؟ بسیار یک چیزی خوب که مردم هم پیشنهاد کرده ایستادن. یک شکلچه گوسفند از سر کرده است، گوسفند گرفته است، یک گرگ 3 روز گشنه بوده است، دویده پیش هم رفته است، پس مرا نجات بده. پیشنهاد عیناً همین می شود. اگر که ما در حکومت پیشنهاد کنیم یک چیز، ما از شکل گرفته در گرگ بگیم که چی میکنیم؟ شکایت. اولین چیزی که هست این خود شما یا که خود دیگر هموطنان را دیده ایستادن، یعنی این چیزی یک روزه نیست یا یک هفته‌ینه نیست، این چیزی کهنه هست، این چیزی هست. ابلا و در تای خود خیلی که در اینجا بگیم پیشترک من نماینده ما روان کرده بودم، سخنگوی حرکت خادم خلق عظیم جان یعقوب فوماده در اینجا گپ زده بودن. من گفتم نماینده خادم خلق است من نفهمیدم. بله شما اعلان نکردین برای که نفهمیدم. من میدونستم اعلان میکردم. اون سخنگو است. بله گفتم برو صحبت که در اونجا اومد صحبت کرد. انا ببینین ابلا و این یک چیزی هست که عادت شدگی است برای مردم. این فرزندی او را میقپه خدمت میبره، او میگرده میگه چی نمیکنه. سال 95 مرا مبلغ و کردم برای خدمت کردم. پدر و فرزند میگه که هیچی نمیکنه، میگه 95 سال مرا مبلغ وقت خدمت برده بودم. یعنی این ریشه گرفته هست. یک چند پهلو داره. یک پهلوی ترس دادن ملت است و پهلوی دیگر از همین چیز مثال گیریم پول کار کردن است. یک منبع درآمد خیلی خوب است. وقتی که سالای من وقتی سال خدمتم بود سالانه مرا 3 بار 4 بار میخپیدن هر سیزن ابله ودا. ستافکا از 20 سومون سرشیدگی بود. همو دور زمان تو همو یک زمانی بود که آخران وقتایی که من تاجیکستان بودم وقتی خدمتم بود میخپیدن 50 سومونی بود ستافکا که آیلیگ یک شخص 50 سومون نبود. یک شخص کار میکرد 35-40 سومونی آیلیگ میگیرید. همون زمان 50 سومونی ستافکا داشت. یعنی این را همه حکومت هم خودشون ببینه چی با امام علی رحمان درباره ریش یک قرار قبول میکنن، دیگر یک قرار هم قدر میشوه که زنکور هم ریشش هم میتروشن کپیده دیگر مردا کوس بیستن، یا درباره سطر دیگر یک قرار قبول کنن مردکور هم موی سرش هم میتروشن. مثال میگیریم چی با امام علی رحمان سگ باری میگه در این باره که چینه که یک تغییرات در همی چی بدروید. درباره حجاب تغییر درآمد، درباره ریش تغییر درآمد، درباره نماز تغییر درآمد، درباره روزه تغییر درآمد، درباره دسترخوان ها تغییر درآمد. امام علی گفت تغییر درآمد. درباره خدمت حربی هم تغییر درآمد کن. برای چی میگم که این در همین ساحه ها تغییر نمیدروید که امام علی رحمان میگم بیچاره سگ باری میگه برام داشته هیچ تغییر نمیدروید. برای چی؟ برای که یعنی که خودش بگیم که اینجا دولیا میگیره، این سفیر ای دولیا هست.
برای بودجه همو اولادیشون پر کردن. هر یک سیزن باید هر یک کمیسریت حربی فلان قدری سالدات نه پول باید سپاره. او پرابلم او از سالدات پول کار میکنه، خونش هم میفروشه پول کار میکنه، نمیدونم دختراش در پیش دیاگنوستیک میبره میمونه پول کار میکنه. فلان قدر اینا مبلغ باید بسپرن. سالدات نه ایجا سالدات واجنه نیست. ما خودم در سفیرش بدگی ما میدونم چی است سفیرشون. یعنی باید این همین قدر پول باید تو بسپاری. فلان کمیسریت فلان کمیسریت فلان کمیسریت حربی فلان کمیسریت حربی، یعنی که ستافکا دارن برای که او جای را گرفتن. یک انسان که باید در اونجا برای کار کنه، اولین چیزی که امضا میکنه که همون سالانه همون درآمد، یعنی که مثل پلان پخته وری همون پلان پولا بجا میاره سالانه. و همین اسلوبیا با این یا که با آن کمیسریت حربی مثل که همین گایه های تاجیکستان در این جایی که در دیگر جا که میروان که کار میکنن پست میگیرن، پستی که جای روغانی داره، جایی که ماشین زیاد است کم از او زیاد است و استفکای خیچ داره، همین جا هم از اما اهالی ها نگاه کرده. ببینین ابلا ورا و این کمت نمیکنه. ابلا ورا میلیسه میکنه میبره میتا. حتی که میلیسه او سبسته نماینده ای که اونمو رئیس محله یا که نمیدونم یک انسانی که او اصلا در سفیر ارگان دخالت نداره، او میره و ابلا میکنه. ما بگیم که ها خیلی یک وین کمت کرده ایستوده است مایلی بالا بسرش، یکی اوچاسکوی میره و ابلا میکنه. و عهدهدار هستن. میلیسه ها میرون ابلا میکنن. و از آن جمله من میدونستگیم در بازار چیکالسکی توها زیرا من یک روز پرسیدم کار میکنه، یا چشمش کور است از یوان، بگیم که پولچینک چکچینکی بازار پامیر بازار چیکالسکی است، همون ابلا میکرد آدم را با همراهی میلیسه ها شده. بچه ها را رفته خونهشون بگیم که حمله کرده چیکار میکرد میبردن که او یگان دخالت بچی نداره، او فقط چکچینکی بازار است. یعنی که ابلا ورا نه تنها یک انسان میکنه، ابلا ورا لوبوی انسانی که همین خودش بز احساس میکنه او میتونه که همراهی بگیم پلیس میلیسا یا اوچاسکوی در برش راست شوه برای شکار کنه، سر کنه به خپه بیاره در اوچاسکوی بسپره. خلق عادی ما نمیگیم که یگان وظیفه دار است. اوچاسکوی میاد در قشلاق 3 تا 4 تا هم بچه‌ای که خودشون بز احساس میکنن نامورا میگه بیا بریم ابلا و از این قشلاق میگیرن دیگه قشلاق ابلا و میرون و سر کده قپیده آورده در ملیسا میسپره، ملیسا میبره در وین کمد میسپره، رنگ همو تاور برنده ای گریف با دو دای با آتش ای که جای بخره اورا. این جنایت نیست؟ این جنایت است. کی میگه جنایت نیست؟ وقتی که ما مردم میبینیم چندین سال میشه ما حکومت پیشنهاد داریم که تغییرات کنه، این حکومت تغییرات نمیشه، بخواه نمیشه. اگر ژلانی داشته باشه کفیده ایستاده باشه این نمیتونه این حکومت تغییرات یافته. پس چی باید کرد؟ اینا باید مردم میخیزه انما ابلا و کنو را دیگه سماسود میکنی. وقتی که قانون جزا داده نتونیست تو را کلتک همه گیری چیوک همه گیری، همون که ابلا اومد قشلاق او بچه ها را نیو بچه ها او را سر میکنن تیوک قطی میزنن. سماسود دیگر اینجا یگان راه نداره. او هم جنایت کرده ایستوده است. یعنی که سماسود او جنایتکار را سماسود کردی، برای که جنایتکار 30 سال میشه حکومت سود نکرده ایستوده است. میلیون ویدیو ها است. یک بار پروکراتور یک دلای جنایی برای تحقیقات کشیدگی نیست. اهمیت بتینی چیزا. آدما مرده ایستادن، آدما گم شده ایستادن. یک دل اقلا برای تحقیقات کشیدگی نیست. تفتیشات برد از بولوی پرونده آغاز نمایان نبود؟ کنی در همین 30 سال کی شد پرونده را؟
نسبت هیچ کنک نفرانی که شده. ابلاغ میکنند یکی برای نفرانی که یک بار در نماز پوچاشون کشود موندن، سلفی گفتن تو روسیه را اینترپول دادن، کفتن یافتن آوردن، نماز خونیده پوچات کشود موندی، دستات پیش بر کردی یا که الله اکبر تا بلند گفتی یا در وقتی چی چلیک تا برداشتی الله گفتنده در اینترپول میتن میگیرن میورن ایره میکوان برای یا دلای جنایی میکشوین. در تاجیکستان دلای جنایی را میمونن با کفتکو میکنن. یکی چی بای نه جنایت نمیکنن؟ پس حکومت از پرزیدنت سرکردگی تا اونمو سیستما همه سر جمعونه سر این کار میکنن. یعنی همه ایو در این جنایت شریک هستن. از پرزیدنت سرکردگی تا همه شریک این جنایت هستن. باید میخستن، باید پیشگیری میکردن، باید یک تا دو تا سود میکردن. ببینین برای چی پولاکی کردن؟ از همینجا سوال رفته ایستاده است. برای چی پولاکی کردن؟ برای که سوالا در میان بسیار پیدا شد که چرا فرزندای اینای دپوتات نمیره و خدمت کنه. حاضر زبانشون دروز فرزند دپوتات پول دادگی است. برای چی پولای قدر قیمت کردگی؟ 2,500 دلار کردگی هستند. برای که در تاجیکستان با اویلی که تاجیکستان اوتاد اوچاد اکاد دودارت خود دای تولد شدگی اگر کار کنی او پول کار کده دودا نمیتونی در اونجا. میگه پول داری بته بتام رنگ بچای دپوتات کیف که بگه. بله اینو خودشون توزیع کردن پروست در جامعه برای توزیع کردن خودشون است. این دیگر یگان ما فکر نکنم که در اینجا یگان انا چی باشه. واقعا همچنین خدمتی که آلترناتیوی مبلغ 22,500 کردن نه همه امکانیت دارد برده. ببینید این آلترناتیوی زندانی را در قزاقستان است. شما جنایت میکنین، مثال گیریم جنایت های سبک با همون پونکت های سبکش باشه اگر تیزول نباشه، یعنی که شما با آلترناتیوی زندان میشینید. یعنی ماهانه زندان تونه فلان پول مقرر میکنن، شما پلاتید میکنین، هر هفته در اوچاسکوی امضا میمونین. اما از همون شهر مثال گیریم از همون منطقه مثال کلاب باشه، از همون منطقه کلاب برآمدن در شما حق ندارین. شما در جای کار حکومت پردلاگت میکنه، حکومت روان میکنه شما را جای کار ده، یگان زواد، یگان سیخ، یگان چیز ده حکومت. وقتی که شما امضا میکنین شما تا 5 سال ادای جزاتون مثال یا 3 سال ادای جزاتون شما در انمو زواد کار میکنین، خونتون میرین، زواد اچاد میته خاراکتریستیکاتون ده، شما در پیش اوچاسکوی چی میکنین ماهانه فلان پول پرداخت میکنین. یعنی که شما زندانی داخل شهر خودتون میشین، از شهر بیرون برآمدن نمیتونید. در قانون ما هم هست چنین، لیکن اجرایش نیست. پیش بینی کرده شده است در اینجا همون سخنگوی من مثال گیریم بسیار یک پیشنهادای خوب کرد. واقعا این چیزا کم کردن در کار است. این چیزا واقعا کم کردن در کار است و بگیم که باید استاندارد مثال قداشون از همون یک 90 بالا یک 80 بالا را جوانو را جلب کردن در کار است. مبلغ داده مثل دیگر دولت ها. بچه سالدات همه بین لباس فرماگی داره دویده است، خیال میکنه یگان گوده کایده پیشد یه قرق بیچاره قدش خراب نداره. автомат نوکش در زمین شکیده رفتیسته. او سربازی ما است مجبور خدمت. همین خدمت اصلا معناش چی است من نمیدونم. همین روزی برده ایستادن در همینجا همین توپ کدستن توپ. این میشه حل مسئله شیفته. حل مسئله انقلاب است. این دیگر حل نداره. پیشنهاد بگیم که پس نهاد التماس زورا نولا این چیزا یگان گرم یگان مایده در کار نمیره. این چیز کنکریت نه یا که مردم تاجیک تیاقه در دست خود میگیرن میبروین پدر رو پیش راه ایره میگیرن. میگم که متاسفانه پدر میگه مرا سال 93 ابلاغ کرده بودم، مرا سال 95 ابلاغ کرده بودم، بچم تام را ابلاغ شدی. نه انقلاب نشد. انقلاب نشید میره تمام میره. نه خیلی اوتاش میگه کی نه بو این ابلاغ شدگی را بچه‌شون ابلاغ کنن، میگه هیچ نداره عادت میشه. ولی یک چی است کو یک انکدوت هم است، یک حجوی تاجیکی هم است، یک پیش دوملو میروه میگه که بابای دوملو فولبین میگه که من هم کمی کنم زن گرفتن نمیتونم چیکار کنم، میگه که همین زن بگیرم.
بعد میگه که تو میگه تا 35 سالگی تا زن نمیگیری، همین خیلی میگه میروه 35 سالگی تا. بعد خرسان میشه که خیر بعد 35 سالگی که زن میگیرم. بعد میگه که بابای دوملو بعد 35 سالگی چی میشه؟ میگه بعد عادت میکنی بعد میرایم تا دیگه. بعد یعنی مردم عادت میکنن. بله عادت کرده است. حاجی عادت شدگی است برای مردم ما. حاجی عادت شدگی است. ابلا میکنه رپکش نمیپره. خیر میگه 2 سال بعد میویم. میگه فرزند چی است؟ متاسفانه چون این ها هست. برای همون ایرا فقط مردم میخیزه یا که قیام میکنه که این چیزا رو از بین برن، یا که فقط اگه شخصا از نگاه ما تاجیکستان که کانستیتوسیا نداره، این دروغ است همش. این قانونایی که ما میکنیم یا همه دروغ هستند برای مردم فهم کردن. برای که این قانون یگان فرزندای بگیم بالا دست ود نمیکنه. پس این قانون من پریزنواد نمیکنم برای که او دا دست ود نکرده. قانون چی با من دست ود کنه؟ یعنی هم خیلی روی همو حلش تغییرات کردن است. تغییرات حکومت تمام. یعنی که پال نیروز 0 تغییرات کردن است. برای ما عجیبیش یک چیز است که یک انسان گوسپا موری ابلا و میکنن میبرن با همه حکومت حمایت میکنن. همین رژیم حقوق هر یک نیست. عادت میکنن بعدی که اوجا بردن بعد عادت میکنن. فهمو تشکر. با یگان گفتنی داشته باشین؟ یگان گفتنی ندارم. هم قدر گفتنی هستم که مردم خواهن که مثل انسان زندگی کنه، پس تغییرات دیگر راه حل نیست. درجه پیشنهاد هم نمیشوه، پسنهاد هم نمیشوه، زوره هم نمیگذره، ناله هم نمیگذره، بیچارگی هم نمیگذره. اوجه یا هم ابرزت کدگیان اوچه برای نمید برای 20 میلیون گفتنت میبرن زندانت کدیستن. دیگر اوچت و اختیاری تو نیست، زن در اختیاری تو نیست، گودک در اختیاری تو نیست، خودت در اختیاری تو نیستی. هر کاری که خواهن باته یا بزنی تو باید مادری تو باید شکرانه کنی. هیچ کار کردن نمیتونی. خیلی میگم که از دهنی گرگ رفته در دهنی بگیم یا که از دهنی شغال رفته در دهنی گرگ جلب کرده میشوه. هر دش یک انوخی ایشا میخرد، ایشا سود هم ایخدش، پرکراتورش هم ایخدش، همه سوختورش ایخدش، همش تغییرات. دیگر یگان چیز دیگر در اینجا گویم که نمیگذره. دیگر فکر نظری که من داشتم بگم برادر عظیمی اومد پیشتر از من روان کردم، من خودم بند بدم اومدن گفتن. دیگر سلامت سربلند خانوبود باشین. تشکر. و اگر که مردم خواه بازم آزاد شدن از این چیزا، بیشتر در چیزای سیاسی توجه کنن، پدپیست کنن. اگر که نخواهن که نه ما هم خیلی میستیم مدت کردیم فرزندمون هم بدزده، پس بروان نمو موگامبو و شبنم سرایو دا پدپیست کنن. شبانه بعدی کار لپوتکا دستاشون در میکنن که کار میکنن میاد و تلفن هم مونده خچونه آرام کنن. همو موگامبو تماشا کرده ایشالله آینده فرزنداشون خودشون بد میشوه. دیگه زنده و سلامت. تشکر. تشریف آوردین. زنده و سلامت باشین. فعال شین. در برنامه دیگر هم اشتراک نمایید. البته حتما. خدا نگهبان. خدا نگهبان باشه. سلام علیکم. اکمل استانایف این کس مهمون فعال ما هستن. در هر برنامه اشتراک میکنن فعالانه. خوش آمدید به برنامه من امروز که تشریف. شما رکلام هم کرده بودید پیشتر. تشکر برای رکلاماتون. سلام علیکم شما و طول بینندگان شما. ممکنم موضوع شما برای من خیلی خوش میاد که برای که از روی قانون و از روی همون میارهای بگیم که کانستیتوشنی که صحبت میکنین برای من جالب میاد. البته از موضوع شما ما پیشتر که خبردار شدم بعد از رکلام کردم. یعنی یا بجا نکنیم سکرت نکنیم در این باره مسئولیت کردیم بعد رکلامش کردم. بله.
یعنی من از موضوع شما با خبر بودم که شما کدام موضوع را رکلامش نگفته بودم میکنم، خبردار اما بودید. موضوع را میدونستم که شما در همین موضوع باید میخیزوندین یک چیز، یک برنامه باید تشکیل میکردم برپا باید. میکردین که این چیز از حد گذشته ایستاده است. این چیز بله. برای هم رکلام کردم. نظر شما چی است اکمل؟ اویده مسئله ابلاغ چی دارید؟ پیشنهاد چی دارید در اون؟ بسیار بسیار یک چیز خوب که مردم هم پیشنهاد کرده ایستادن. یک شکلچه گوسفند از سر کرده است، گوسفند گرفته است، یک گرگ 3 روز گشنه بوده است، دویده است پیش هم رفته است، دست مرا نجات بده. پیشنهاد عیناً همین می شود. اگر که ما در حکومت پیشنهاد کنیم یک چیز، ما از شکل گرفته در گرگ بگیم که چی میکنیم شکایت. اولین چیزی که هست این خود شما یا که خود دیگر هموطنان را دیده ایستادن، یعنی این چیزی یک روزه نیست یا یک هفته‌ینه نیست، این چیزی کهنه هست، این چیزی هست ابلا و در تای خود شکلی که در اینجا بگیم پیشترک من نماینده ما روان کرده بودم، سخنگوی حرکت خادم خلق عظیم جان یعقوب اومده در اینجا گپ زده بودن. من گفتم که نماینده خودم صحبت خلق هستن من نفهمیدم. بله بله شما اعلان نکردین برای کل من نفهمیدین. میدونستم اعلام میکردم. اون سخنگو است. بله گفتیم برو صحبت که در اونجا اومد صحبت کرد. انا ببینین ابلا و این یک چیزی هست که عادت شدگی است برای مردم. این فرزندی او را میقپه خدمت میبره، او میگرده میگه هیچ نمیکنه. سال 95 مرا مبلغ کرده بودم برای خدمت کردم. پدر و فرزند میگه که هیچی نمیکنه، میگه 95 سال مرا مبلغ وقت خدمت برده بودم. یعنی این ریشه گرفته هست. یک چند پهلو داره. یک پهلوی ترس دادن ملت است و پهلوی دیگر از همین چیز مثال گیریم پول کار کردن است. یک منبع درآمد خیلی خوب است. وقتی که سالای من وقتی سال خدمتم بود سالانه مرا 3 بار 4 بار میخپیدن هر سیزن ابلوده. ستافکا از 20 سومون سرشیدگی بود همو دور زمان. تو همو یک زمانی بود که آخران وقتایی که من تاجیکستان بودم وقتی خدمتم بود میخپیدن 50 سومونی بود ستافکا که آیلیگ یک شخص 50 سومون نبود. یک شخص کار میکرد 35 40 سومونی آیلیگ میگرفت همون زمان. 50 سومونی ستافکا داشت. یعنی این را همه حکومت هم خودشون ببینه چی با امام علی رحمان درباره ریش یک قرار قبول میکنن، دیگر یک قرار هم قدر میشوه که زنکور هم ریشش هم میتروشن کپیده دیگر مردا کوس بیستن. یا درباره سطر دیگر یک قرار قبول کنه مردکور هم موی سرش هم میتروشن. مثال میگیریم چی با امام علی رحمان سگ باری میگه در این باره که چینه که یک تغییرات در همی چی بدروید. درباره حجاب تغییر درآمد، درباره ریش تغییر درآمد، درباره نماز تغییر درآمد، درباره روزه تغییر درآمد، درباره دسترخوان ها تغییر درآمد. امام علی گفت تغییر درباره درآمد. خدمت حربی هم تغییر درآمد کن. برای چی میگم که این در همین ساحه ها تغییر نمیدروید که امام علی رحمان میگم بیچاره سگ باری میگه برام داشته هیچ تغییر نمیدروید. برای چی؟ برای که یعنی که خودش بگیم که اینجا دولیا میگیره. این سفیر دولیا هست. برای بودجه همو اولادیشون پر کردن. هر یک سیزن باید هر یک کمیسریت حربی فلان قدری سالدات نه پول باید سپره. او پرابلم او از سالدات پول کار میکنه، خونش هم میفروشه پول کار میکنه، نمیدونم دختراش در پیش دیاگنوستیک میبره میمونه پول کار میکنه. فلان قدر اینا مبلغ باید بسپرن. سالدات نه ایجا سالدات وجنه نیست. من خودم در سفیرش بدگی من میدونم چی است سفیرشون. یعنی باید این همین قدر پول باید تو بسپاری فلان کمیسریت فلان کمیسریت فلان کمیسریت حربی فلان کمیسریت حربی. یعنی که ستافکا دارن.
برای که او جای را گرفتن یک انسان که باید در اوجا برای کار کنه، اولین چیزی که امضا میکنه که همون سالانه همون درآمد، یعنی که مثل پلان پخته وری همون پلان پولا بجا میاره سالانه. و همین اسلوبیا با این یا که با آن کمیسریت حربی مثل که همین گایه های تاجیکستان در این جایی که در دیگر جا که میروان که کار میکنن پست میگیرن، پستی که جای روغانی داره، جایی که ماشین زیاد است، کم از او زیاد است و استفکای خیچ داره، همین جا هم از اما اهالی ها نگاه کرده. ببینین ابلا ورا و این کمت نمیکنه. ابلا ورا میلیسه میکنه میبره میته. حتی که میلیسه اوسو بسته نماینده ای که اونمو رئیس محله یا که نمیدونم یک انسانی که او اصلا در سفیر ارگان دخالت نداره، او میره و ابلا میکنه. ما بگیم که ها خیلی یک وین کمت کرده ایستوده است، مایلی بالا بسرش. یکی اوچاسکوی میره و ابلا میکنه. و عهدهدار هستن. میلیسه ها میرون ابلا میکنن. و از آن جمله من میدونستگیم در بازار چیکالسکی توها زیرا من یک روز پرسیدم کار میکنه، یا چشمش کور است از یوان، بگیم که پولچینک چکچینکی بازار پامیر بازار چیکالسکی است، همون ابلا میکرد آدم را با همراهی میلیسه ها شده. بچه ها را رفته خونهشون بگیم که حمله کرده چیکار میکرد میبردن که او یگان دخالت بچی نداره، او فقط چکچینکی بازار است. یعنی که ابلا ورا نه تنها یک انسان میکنه، ابلا ورا لوبوی انسانی که همین خودش بز احساس میکنه او میتونه که همراهی بگیم پلیس میلیسا یا اوچاسکوی در برش راست شوه برای شکار کنه، سر کنه به خپه بیاره در اوچاسکوی بسپوره. خلق عادی ما نمیگیم که یگان وظیفه دار است. اوچاسکوی میاد در قشلاق 3 تا 4 تا هم بچه‌ای که خودشون بز احساس میکنن نامورا میگه بیا بریم ابلا و از این قشلاق میگیرن، دیگه قشلاق ابلا میرون و سر کده قپیده آورده در ملیسا میسپوره، ملیسا میبره در وین کمد میسپوره، رنگ همون تاور برنده ای گریف باودو دایی با آتش که جای بخره اورا. این جنایت نیست؟ این جنایت هست. کی میگه جنایت نیست؟ وقتی که ما مردم میبینیم چندین سال میشه ما حکومت پیشنهاد داریم که تغییرات کنه، این حکومت تغییرات نمیشه، بخواه نمیشه. اگر ژلانی داشته باشه، کفیده ایستاده باشه، این نمیتونه این حکومت تغییرات یافته. پس چی باید کرد؟ اینا باید مردم میخیزه انما ابلا و کنور را دیگه سماسود میکنی. وقتی که قانون جزا داده نتونیست تو را کلتک همه گیری، چیوک همه گیری، همون که ابلا اومد قشلاق او بچه ها را نیو بچه ها او را سر میکنن، تیوک قطی میزنن. سماسود دیگر اینجا یگان راه نداره. او هم جنایت کرده ایستوده است. یعنی که سماسود او جنایتکار سماسود کردی، برای که جنایتکار 30 سال میشه حکومت سود نکرده ایستوده است. میلیون ویدیو ها است. یک بار پروکراتور یک دلای جنایی برای تحقیقات کشیدگی نیست. اهمیت بتینی چیزا. آدما مرده ایستادن، آدما گم شده ایستادن. یکی یک دله اقلا برای تحقیقات کشیدگی نیست. تفتیشات برد از بولوی پرونده آغاز نمایان نبود؟ کنی در همین 30 سال کی شد پرونده را نسبت نفرانی که ابلا میکنند، یکی برای نفرانی که یک بار در نماز پوچاشون کشود موندن، سلفی گفتن تو روسیه را اینترپول دادن، کفتن یافتن آوردن، نماز خونیده پوچاتا کشود موندی، دستاتا پیش بر کردی یا که الله اکبر تا بلند گفتی یا در وقتی چلیکتا برداشتی الله گفتنده در اینترپول میتن میگیرن میورن ایره میکنن برای یا دلای جنایی میکشوین. در تاجیکستان دلای جنایی را میمونن با کفتکو میکنن. یکی چی بای نه جنایت نمیکنن؟ پس حکومت از پرزیدنت سرکردگی تا اونمو سیستما همه سر جمعونه سر این کار میکنن. یعنی همه ایو در این جنایت شریک هستن، از پرزیدنت سرکردگی تا همه.
شریک این جنایت هستند. باید میخستن، باید پیشگیری میکردن، باید یک تا دو تا را سود میکردن. ببینید برای چی پولاکی کردن؟ از همینجا سوال رفته ایستاده است. برای چی پولاکی کردن؟ برای که سوالا در میان بسیار پیدا شد که چرا فرزندای اینای دپوتات نمیره و خدمت کنه. حاضر زبانشون دروز فرزند دپوتات پول دادگی است. برای چی پولای قدر قیمت کردگی؟ $2,500 کردگی هستند. برای که در تاجیکستان با اویلی که تاجیکستان اوتاد اوچاد اکاد دودارت خود دای تولد چیدگی اگر کار کنی او پول کار کده دودا نمیتونی در اونجا. میگه پول داری بته بتام رنگ بچای دپوتات کیف که بگه. بله اینو خودشون توزیع کردن پروست در جامعه برای توزیع کردن خودشون است. این دیگر یگان ما فکر نکنم که در اینجا یگان انا چی باشه. واقعا همچنین خدمتی که آلترناتیوی مبلغ 22,500 کردن نه همه امکانیت درست برده. ببینید این آلترناتیوی زندانی را در قزاقستان است. شما جنایت میکنین، مثال گیریم جنایت‌های سبک با همون پونکت‌های سبکش باشه اگر تیزول نباشه، یعنی که شما با آلترناتیوی زندان میشینید. یعنی ماهانه زندانتون فلان پول مقرر میکنن، شما پلاتید میکنین، هر هفته در участковой امضا میمونین، اما از همون شهر مثال گیریم از همون منطقه مثال کلاب باشه، از همون منطقه کلاب برآمدن در شما حق ندارین. شما در جای کار حکومت предлагать میکنه، حکومت روان میکنه شما را جای کار ده. یگان завод، یگان سیخ، یگان چیز ده حکومت وقتی که شما امضا میکنین، شما تا 5 سال ادای جزاتون مثال یا 3 سال ادای جزاتون شما در همون завод کار میکنین، خونتون میرین، завод اچاد میته خاراکتریستیکاتون ده، شما در پیش участковой چی میکنین؟ ماهانه فلان پول پرداخت میکنین. یعنی که شما زندانی داخل شهر خودتون میشین، از شهر بیرون برآمدن نمیتونید. در قانون ما هم هست چنین، لیکن اجرایش نیست. پیش بینی کرده شده است در اینجا همون سخنگوی من مثال گیریم بسیار یک پیشنهادای خوب کرد. واقعا این چیزا کم کردن در کار است. این چیزا واقعا کم کردن در کار است و بگیم که باید استاندارد مثال قداشون از همون یک 90 بالا یک 80 بالا را جوانو را جلب کردن در کار است. مبلغ داده مثل دیگر دولت ها. بچه سالدات همه بین لباس فرماگی داره دویده است، خیال میکنه یگان گوده کایده پیشد این قرق بیچاره قدش خراب نداره. автомат نوکش در زمین شکیده رفتیسته. او سربازی ما است مجبور خدمت. همین خدمت اصلا معناش چی است من نمیدونم. همین روزی برده ایستادن در همینجا همین توپ کدستان توپ ایرا میشوه حل مسئله شیفته. حل مسئله انقلاب است. این دیگر حل نداره. پیشنهاد بگیم که پیشنهاد التماس زور نولا این چیزا یگان گرم یگان مایده در کار نمیره. این چیز کنکریت نه یا که مردم تاجیک تیاقه در دست خود میگیرن میبروین پدر رو پیش راه ایرا میگیرن. میگم که متاسفانه پدر میگه مرا سال 93 ابلاوا کرده بودم، مرا سال 95 ابلاوا کرده بودن، بچم تام را ابلاوا شد. نه انقلاب نشد. انقلاب نشید میره تمام میره. نه خیلی اوتاش میگه کی نه بو این ابلاوا شدگی را بچه‌شون ابلاوا کنن، میگه هیچ نداره عادت میشه. ولی یک چی است کو یک انکدوت هم است، یک حجوی تاجیکی هم است، یک پیش دوملو میروه میگه که بابای دوملو فولبین میگه که من هم کم کنم زن گرفتن نمیتونم چیکار کنم؟ میگه که همین زن بگیرم. بعد میگه که تو میگه تا 35 سالگی تا زن نمیگیری، همین خیلی میگه میروه 35 سالگی تا. بعد خرسان میشه که خیلی بعد 35 سالگی که زن میگیرم. بعد میگه که بابای دوملو بعد 35 سالگی چی میشه؟ میگه بعد عادت میکنی بعد میرایم تا دیگه. ولی مردم عادت میکنن. بله عادت کرده است. واژه عادت شدگی است برای مردم ما. واژه عادت شدگی است. ابلا میکنه رپکش نمیپره. خیلی میگه 2 سال بعد میویه. میگه فرزند چی است؟ متاسفانه چون این ها هست. برای همون ایرا فقط مردم میخیزه یا که قیام میکنه که این چیزا رو از بین برن، یا که فقط
اگه شخصا از نگاه ما تاجیکستان که کانستیتوسیا نداره، این دروغ است همش. این قانونایی که ما میکنیم یا همه دروغ هستند برای مردم فهم کردن، برای که این قانون یگان فرزندای بگیم بالا دست ود نمیکنه. پس این قانون من پریزنواد نمیکنم، برای که او دا دست ود نکرده قانون چی با من دست ود کنه. یعنی هم خیلی رای اما حلش تغییرات کردن است، تغییرات حکومت تمام. یعنی که پال نیروز نال تغییرات کردن است. برای ما عجیبیش یک چیز است که یک انسان گوسپا موری ابلا و میکنن میبرن با همه حکومت حمایت میکنن، همین رژیم حقوق هر یک نیست. عادت میکنن بعدی که اوجا بردن بعد عادت میکنن. فهمو تشکر. با یگان گفتنی داشته باشین؟ یگان گفتنی ندارم، هم قدر گفتنی هستم که مردم خواهن که مثل انسان زندگی کنه، پس تغییرات دیگر راه حل نیست. درجه پیشنهادم نمیشوه، پسنهادم نمیشوه، زورم نمیگذره، نولم نمیگذره، بیچارگی هم نمیگذره. اوجه یا هم ابرزت کدگیان اوچه برای نمید برای 20 میلیون گفتنت میبرن زندانت کدیستن. دیگر اوچت و اختیاری تو نیست، زن در اختیاری تو نیست، گودک در اختیاری تو نیست، خودت در اختیاری تو نیستی. هر کاری که خواهن باته یا بزنی تو باید مادری تو باید شکرانه کنی. هیچ کار کردن نمیتونی. خیلی میگم که از دهنی گرگ رفته در دهنی بگیم یا که از دهنی شغال رفته در دهنی گرگ جلب کرده میشوه. هر دش یک انوخی ایشا میخرد، ایشا سود هم ایخدش، پرکراتورش هم ایخدش، همه سوختورش ایخدش، همش تغییرات. دیگر یگان چیز دیگر در اینجا گویم که نمیگذره. دیگر فکر نظری که من داشتم بگم برادر عظیمی اومد پیشتر از من روان کردم، من خودم بند بدم اومدن گفتن. دیگر سلامت سربلند خانوبود باشین. تشکر. و اگر که مردم خواه بازم آزاد شدن از این چیزا، بیشتر در چیزای سیاسی توجه کنن، پدپیست کنن. اگر که نخواهن که نه ما هم خیلی میستیم مدت کردیم فرزندمون هم بدزده، پس برون نمو موگامبو و شبنم سرایو دا پدپیست کنن. شبانه بعدی کار لپوتکا دستاشون در میکنن که کار میکنن میاد و تلفن هم مونده خچونه آرام کنن. همو موگامبو تماشا کرده ایشالله آینده فرزندشون خودشون بد میشوه. دیگه زنده و سلامت. تشکر. تشریف آوردین. زنده و سلامت باشین. فعال شاید در برنامه دیگر هم اشتراک نمایید. البته حتما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.